سلام دوستان، امروز میخوایم سالاد اولویه درست کنیم. در ابتدا 150 گرم خیارشور رو نگینی خرد میکنیم. سپس نیم کیلو سیب زمینی رو که از قبل پخته و پوست گرفتیم رو کاملا له میکنیم. دو عدد تخم مرغ رو که آب پس کرده و پوست گرفتیم رو به سیب زمینی ها اضافه میکنیم و کاملا له میکنیم. دو عدد هویج آب پس شده رو هم به مواد اضافه کرده و اون رو هم له میکنیم. 100 گرم نخود فرنگی پخته رو به مواد اضافه میکنیم. سپس خیارشورهای خرد شده رو به مواد اضافه میکنیم. 2 حبه سیر پوست گرفته رو رنده کرده و به مواد اضافه میکنیم. یک سینه مرغ پخته رو ریش کرده و به مواد اضافه میکنیم. به اندازه نصف فنجان آب مرغ رو برای نرم شدن اولویه به مواد اضافه میکنیم. سپس یک عدد لیمو ترش رو نصف کرده و آب آن را به مواد اضافه میکنیم. مقداری نمک اضافه کرده و تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم و برای نیم ساعت اون رو داخل یخچال میگذاریم تا کاملا خنک بشه. نکته این که وقتی مخلوط خنک میشه سس مایونز کمتری استفاده میشه. سپس مقداری سس مایونز اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. سالاد اولویه ما آماده است. نوش جان.